تکلیفات خود زیاد است، لیکن امی کلی تکلیفات توسط هم یک نقطه چی میشه؟ ورداشته میشه، از بین میره. چرا؟ امی خوشی را بکو که یا الله در بین این قدر مخلوقات مرا توفیق داده، نه برای ملکی، نه میری، نه پاچایی، نه برای کدام مادیات دنیا کسی را من دعوت میدم، صرف به خاطر رضای الله، به خاطر رضای تو. قرآن میگه این فضیلت است، این مرتبه است، خود قرآن بیان میکنه. دوم شرافت به کلام است. الله مستقیم کلام کرده به امرای موسی علیه السلام، پس هر کس که رابطه با کلام الله داره بالکل شرافت الله برش داده. از امو خاطر است که اهل القرآن یا با قرآن کلامی کیست؟ الله متعال. کسی که به این رابطه داره، به هر نوع رابطه، تلاوت، فهم قرآن، عمل به احکام قرآن، کلش رابطه با قرآن است. این شرافت است، بر کس نصیب نمیشه. این یولی موقع فخرتان است. در این زمستان، در این برف از جاهای دور الله شما را انتخاب کرده برای چی؟ شنیدن کلام خود. اینمی فضیلت است. الله داد، الله از پیش ما نگیره. کل عمر ما را الله متعال یقینا در قرآن مصرف کنه، در خدمت قرآن. از او خاطر میگه فخذ ما آتیتک، این بر ما و شماست. مثل که موسی علیه السلام الله امر میکنه، به ما و شما میگه فخذ ما آتیتک، بگی آن چیزی را که بری تو دادیم بری ما داده. و کن من الشاکرین، تو شو از جمله کسانی که قدر نعمت بشناسه. درس قرآن نعمت بزرگ است یا نه؟ شناخت از این چی وقت میشه؟ سپاس از این نعمت چی میشه؟ که به دیگرها برسانی. مثل که تو امی قدر خوشی را و خوشحالی را نصیب کرده با درس قرآن، امی عقیده را به یک برادر مسلمان و خواهر مسلمان دیگه تام برسان. این ادای شکر است. و کتبنا له فی الالواح، چرا کلام الله و چرا آن چیزی که الله میگه بدل دادیم به می افتخار کو، شکر گزاری امیره بکو، به خاطر که ذریعه هدایت مخلوق الله است. مخلوق الله توسط از هدایت میشه، از او خاطر الله تشریح میکنه. و کتبنا له فی الالواح، یقینا ما نوشته کردیم برای موسی علیه السلام در تخته های تورات، من کل شیء، از تمام آن چیزایی که احتیاجات انسان ها برش است، مسائل ضروری انسان ها در تخته ها نوشته بود. من کل شیء تو نیست که کل چیزا باشه، آن چیزایی که مورد ضرورت است. یک چه رقم؟ موعظتا، سخنان دو بود که نصیحت بود. نصیحت چی را میگه؟ آن چیزی که انسان طرف اطاعت دعوت میده و از گناه چی میکنه؟ معصیت منع میکنه. تورات هم مشتمل به این میتونه، مثل که قرآن هم موعظه است، بهترین نصیحت. اگر به کسی نصیحت میکنی به قرآن نصیحت کن. و تفصیلا لكل شیء، شرح کننده، تفصیل کننده برای تمام چیزا. اینجا مراد از تمام چیزا کدام است؟ عقاید، اخلاق، عمل، معاملات، کل چیزا مکمل به تفصیل بیان شده. قرآن هم بیان کرده، تورات هم بیان کرده. خود چی رقم بگیرشه؟ فخذها، بگی اینمی الواح، همی تخته ها را بقوت، با قوت عمل. ای تو نباشه که سرسری کتاب ثواب باری هر روز بخونیشه، هر روز بخونشه خلاص ثواب داره. نه، چی دستور برد میده کتاب الله؟ واقعی بنی اسرائیل تیر شد. غیرت تقاضا داره که کسی در خانه شب داخل شود بدون اجازه؟ دیگه وقت اگر یک نفر همسایه که تو بیرون رفته خود خانه یک شاسریت است که پس بیایدم اولی گیر کنی، پرسانش هم نمی کنی که چی میکردی، میدوی طرف تفنگ دز میزنی. همسایت است، از اسلامیتش هم خبر داری، شاید ضرورت هم داشته باشه، لیکن غیرت اونمونجا غیرت اینقدر ایجاب نمیکنه که چرا به اجازه من نیستم در خانه داخل شده. اما امروز چی گپ است؟ دنیای کفر یک عالم لشکر کفار داخل میشه، زنی تلاشی میکنه، بازم میگه، بازی بی غیرت ها میگه امضا شوه باقی بمانه. او بی غیرت ها این کتاب الله رو نخونده، توی بی غیرت بی غیرت بی ایمان شدی که وطن خود آرام نگاه نمیتونی. بده اختیار به مردم. یقینا مردم از کتاب الله دور هستند. در عمری آیت خوانده، در ختمه زیاد خوانده، آیت در ختمه زیاد خوانده، ملاهای امام خوانده، خلی که آیت به این مقصد و نیت نخوانده که آیت برای ما چی درس میده. قرآن موسی علیه السلام الله امر میکنه بقوت،
با قوت عمل بگی. اللوح تخته هایی که برای داد این برای عمل است. و امر قومک یأخذوا باحسنها، قومی تم امر بکو که بگیرن باحسنها، با خوبترین کار از او. دو قسم گپا بود، یکی واجبات یکی مستحبات. نه تنها واجبات و فرضیات ادا کنه، این مستحب نگذاره، کلش بگیره، قومت باید سرش عمل بکنه. این نمی حکم برای موت و عام است. الله موسی علیه السلام تورات داده، تخته ها را بری تو کتاب الله قرآن داده. او مشتمل به موعظه و تبیانا لکل شی بود. قرآن هم موعظه و تبیانا لکل شی است. اونجا هم امر به قوت شده بود، تو هم امر به قوت شده. بس خلاص دیگه یکسان است، واقعا یکسان است. ما تو هم دعوت میده به طرف قرآن رجوع کنیم، مطابق قرآن فیصله خود بگیریم، نه رأی و نظر احمد، نه از فلان نه از فلان. قرآن چی میگه، چی دستور میده، این را ما کم میگیریم. کافر اجازه میده که بمانه یا نه؟ اگر اجازه میده چه قسم اجازه میده، با کدام شرایط؟ سوریکم دار الفاسقین، زود است که ما شما را نشان بدم جایی بودو باش فاسقا را. دو مطلب داره، یا در دنیا اگر شما به این تورات عمل کرده، کلتان با قوت عمل تورات شما گرفته، یقینا در زندگیتان عملی کرده، خود به خود دنیای کفر از بین میره. دار فاسقین، جای بودو باش فاسقین به شما نشان میدم، شما اونجا مسکن گزین میشه. مردم ها هزار سوال میکنه چرا مسلمان ها به کدام راه پس عزت به دست میاره؟ به سوی الله، کتاب الله رجوع کنه، متحد شوه. به کتاب الله که رجوع کردی، تو را دعوت به توحید میده، تو را دعوت به اتفاق میده. قرآن نمیگه که تو حنفی شو شافعی شو، نمیگه که تو فلانی حزب شو فلانی حزب شو. قرآن برات میگه فقط دین اسلام است، یک نظام است، بندگی یک الله را بکن، رهبری یک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینی تو روان شو. حالی توده های مختلف پراگنده کلگی یک جای میشه، اینی طور یک جای میشه. باز ضرورت به این نیست که افغانستان نام بمانی، او را پاکستان، او را ایران و او را عربستان. باز میگیم سرزمینی کی؟ اسلام. خلاص. باز دیگه دنیای کفر چطور آمده میتونه؟ اگر در سوریه هر قدر ظلم میشه، ما در پالویش افغانستان نشسته آرام میگیم سوریه است. اگر افغانستان هر قدر جویای خون روان میشه، پاکستان بگه که افغانستان است، من چی کار دارم؟ اونجا اونطور نیست. اصلی مقصد دنیای کفر که تلاش کرده، به می خاطر تلاش کرده که امت چه قسم پاشان بسازه، به کدام عنوانا، به کدام طریقه ها، حتی به طریق دین، به نام دین. مذاهب به کدام نام است؟ به نام دین است. تو پراگنده کرده مردم، متحد نمیگذارش. خب قرآن اگر ما پیروی کنیم متحد میسازه ما را. نظام یک الله حاکم میشه. گپی ما گپی احمد قابل اعتبار نیست. دوم ترجمه، سوریکم دار الفاسقین، زود است که شما را نشان بدم جای بودو باش خانه های فاسقا را در جهنم. در جنتم در حدیث میاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمه یک خانه را الله به کافر در جنت جور کرده و دیگه شه در جهنم. به مؤمن هم در جهنم خانه جور کرده، هم در جنت. مؤمن خانه جهنمش برش نشان میده که اونم خانه برای تو جور شده بود. اگر راه غلط در پیش میگرفتی اونجا جایت بود. بسیار شکرگزاری میکشه، باز سخت خوش میشه، چرا که از او خانه بدبخت نجات پیدا کرده. اما کافر خانه جنتش نشان میده، میگه نه اگر تو عمل میکردی اونو خانه برات میرسید. سخت اظهار افسوس و حسرت میکنه که وای وای چقدر آسان گپ بوده دنیا، لیکن من کدام راه را پیمودم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، کدام مردم بدبخت است؟ الله متعال بیان میکنه سأصرف، زود است که بگردانم عن آیاتی، از فهم، از عملی کردن احکام خود. الذین، کسانی را یتکبرون که خود کلان میتراشه، فی الارض، در روی زمین، بغیر الحق، بنا حق. کلان نیسته لیکن متکبر هستن، خود کلان میتراشه. تکبر، سری مردم تکبر میکنه، مردم برش حقیر معلوم میشه، سری دین الله تکبر میکنه، حدیث برش هیچ یک سخن عادی مردم معلوم میشه. قرآن کتاب الله متعال برش یک سخن عادی معلوم میشه. این تکبر میگه. کسی که تکبر میکنه نمیشینه در پای قرآن کریم که بفهمه که قرآن چی میگه. اکثر مردم ها امیال کلان نای ما که 4 روز پانتونی اجتماعیات و ساینس خوانده، حالی
گاهی هم در تفسیر، در دوره تفسیر نمیشینه، خدا کلان میتراشه. حالی خو نعوذ بالله مردم نظام دموکراسی را سر قرآن ترجمه میده و گپای هتلر و فلان و فلان از به نام فیلسوفایی که ظلم کرده، بربریت کرده، بیدادی کرده، نعوذ بالله انسانیت بیخی از جاده انسانیت کشانده، امو مردم ها را اقوالش ذکر میکنه. تلویزیون های تانه نمیبینی؟ سوالا و جوابا که میکنه کدام سوالا را میکنه؟ از قرآن سوال میکنه، از عقیده سوال میکنه. سوال ازی میکنه که فلانی چطور بود، هتلر در کجا پیدا شده بود، چقدر سال عمر داشت، چی میکنیم، چی کرده؟ جهان در بدر کرد، قتل و قتال و غارتگری و جنگای جهانی را برای انداخت، چی کرده؟ محمد رسول الله سوال بکو که به جهان روشنی آورد، جهان آشنا کرد با نظام الله، انسانیت به مردم شناسان. خب بله ما گله نداریم، اون مردم برای امون نظام خود اینمی خدمت ها را میکنه. این از او جمعه در افغانستان توسط شبکه تو بگوی یک نفر نامدار خود از سرطان معرفی میکنه، در خانه تو، در شبکه تو، سری بچه و دختری خودت اون کار میکنه، از اون جمعه خیزمیه. سأصرف عن آیاتی الذین، زود است که بگردانم از آیاتای خود، از فهم آیاتای خود، الذین مردم را یتکبرون که تکبر میکنه فی الارض در روی زمین، بغیر الحق بنا حق، و قدر کلان نیست و او قدر معلوماتی کافی نداره، خو لیکن خدا نعوذ بالله آمدن در مسجد در ترجمه قرآن کریم نشستن ایره عیب میدانه. اینی طور مردم ها گاهی هم استفاده از کتاب الله کرده نمیتونه. چرا؟ نه قرآن هم میفهمه و نه استفاده میکنه. چرا؟ به خاطر که تا آلی رم در پیش نظر مردم ما قرآن یک کتابی ثواب است، ثواب خلاص سری مردا خوانده شود دیگه با کسی ضرورت نیست، هیچ قطعی کسی سر و کار نداره. و ایرو کل آیت، اگر ببینه تمام آیات ها را، معجزه را، لا یؤمنو بها، ایمان هم سرش نمیاره. چرا؟ مانع این دور نیست که نمیفهمه، مانع ایست که تکبر میکنه، خود کلان میتراشه، از او خاطر ایمان نمیاره. و یرو سبیل الرشد، اگر ببینه راه هدایت، لا یتخذوه سبیلا، او را راه خود جور نمیکنه که دو روان شوه. و یرو سبیل الغی، اگر ببینه راه گمراهی را، یتخذوه میگیره او را سبیلا، راه خود. چرا اینطور میکنه؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، این به خاطر عزیز که نسبت دروغ کرده با احکام ما، با آیاتای ما، و کانوا بودن عنها غافلین، از این بیخبر. بسیار نکته جالب است در عصر حاضر ما. الله سری کسی ظلم نمیکنه، چرا میگردانه مردمایی که تکبر میکنه؟ تکبر که در قلب الله برات داد، همی فکر و همی گوش و همی چشم، همی وسایل برات داده که توی نمیره بشنو، اما تو تکبر میکنی برای ازیا، قطعا آماده نیستی، قرآن نمیشنوی، رای توحید نمیبینی، تفکر سرش نمیکنی. حالی ما با چشم سر میبینیم، اگر رای هدایت برش نشان میدی قطعا را نمیگیره. بیا کش کده، بیا که بریم نماز بخوانیم، بیا بریم در درس تفسیر، اج نمیکنه، این را قبول نداره. اما و یرو سبیل الغی، الکی اونجا چیسته؟ ستاره افغان سازنده اونجا چیسته؟ رقص است اونجا، با چی است؟ خواندن است، سینما است. باز او هیچ کس نه کش کدش، نه تکت هم میده، پیسی تکت هم میده، داخله میکنه. چقدر وقت پیش، یک ماه پیش تبلیغات میشه از طریق تلویزیونا، کسی دیگری هم نه، امی تلویزیونا امور دعوت میده، پول و پیسه هم برش میده، یک ماه برش کمپاین هم میکنه. بعد از او چیسته؟ زمینه را جور میکنه برای از اینکه کنسرت فلانی خان است، ستاره افغان است، ستاره افغان، رسوایی و شرمندگی افغان. او را یک تلویزیون شما دیده که برای دوره تفسیر قرآن کریم یک دفعه مفت اعلان کنه همین قدر بگه که در فلان مسجد دوره تفسیر قرآن شروع شده؟ دیده؟ مردمی ما مونمتور است. قرآن خود میگه اگر رای گمراهی را میبینه هجوم است، اگر رای رشد میبینی، ما با خواهرها موتر میگیریم لیکن کس نمیه، ترجمه مفت است، کس نمیه، نمیشینه. باز ملامت چی میکنه؟ الله در تقدیر چی کرده؟ الله در تقدیر چی کرده؟ تو را گفته اینی را محکم بگی، تو کدام طرف رفتی؟ چی میکنی؟ در اختیاری خود. قرآن میگه
چرا اینطور کار میکنه؟ ذالک بانهم، اینی طور گپا ناشی از دو نقطه میشه. یک نقطه بالکل عقیده نداره که بله آینده ما آخرت داریم، روان هستیم، عذاب قبر است، از ما سوال و جواب میشه، جنت و دوزخ است، پل صراط است. این گپا را عقیده نداره. کسی که گپا را عقیده نداره برالا گپ است سینه ماست. او مسجد چی میکنه؟ ده یا بی سرد بره وضو کنه، باز چیست دستای شام یخ گرفته بیا باز در مسجد اینقدر وقتی خود تیر کنه؟ نه خو عقیده نداره. اینطوری راه های غلطه که میپیمه کسایی است که عقیده نداره. بانهم کذبوا بیااتنا، یک عقیده داره لیکن ما مسلمان ها وری خواب غفلت برده شه، ناگاست. از او خاطر میگه و کانوا عنها غافلین بودن. از او آیاتای ما الله متعال میگه غافلین بی خبر. امیالی چقدر غافل است از آیاتای الله. این قرآن که آیاتا چی درسی برای ما میگه؟ غافل نیستن. ملاها غافل است دیگه، خوب بگذار. کسایی که 30 پاره قرآن کریم حفظ داره، حافظای ما کم یک دفعه حافظ شد خلاص شد دیگه، آسمان دا آسمان رسید که عذر برش بکنی که او قاری صاحب ولی برو ترجمه قرآن کریم بکن. نه 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 نه. تلاش است، تلاش است، بدو از خیرت است، ولی نه خوب تلاوت میکنه، خوب تلاوت میکنه. اینمی تلاش هاست خیر و خلاص. کابل که بری در هر جا یک دارالحفاظ است، در هر جا یک قاری صاحب شروع است. ماشاءالله مردم است که میدوه. اما در درس دین اینه چی میکنی؟ من شاگردای خدا برشان میگم که او خواهر او برادر حفظ مستحب است. از روی قرآن کریم اگر تلاوت کنی 2 ثواب میبری. چشمی تام در کار میشه، زبانی تام در کار میشه، 2 اعضای دینجا کار میکنه. اگر از یاد میگی تنها حافظیت از خیر و خلاص. اینجا 2 عضو ثواب میبره، اونجا 1 عضو. او ماشاءالله قرآن کریم خیلی قدر زیاد است که در خانه 20 قرآن کریم است. حفظ مستحب است. او یقین به الله بکو. از درسی من میخیزه، میگه من میرم در حفظ. از درسی تفسیر میخیزه، از درسی عقیده میخیزه. تا این اندازه را حالت خراب است، درک نمیکنه. او خواهرم رکوی تا درست کو. حالی تو چی میکنی که میری حفظ میکنی؟ سجده تا درست کو، نمازی تا یاد بگی. او بیا در طور نکو، بیا قرآن بخون. نه، چرا؟ غافل هستن از آیات قرآن، غافل هستن. قرآن میخوانه 30 پاره در سینهش است، اما وقتی سوال میکنی که الحمدلله چی مطلب داره؟ امی قاری صاحب است، زن خود گرفته. کجا میری قاری صاحب؟ غزنی. خیرت است ولی یک کمی مریض است، سیاسر مریض است. لعنتی الله سرت نمیشه. الحمدلله چی برات میگه؟ کلمه الحمدلله چی برات میگه؟ اولین پیام قرآن کریم برای تو چیست؟ این حالات ماست. از آیات الله غفلت است. بالکل. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که تکذیب میکنه آیات های ما را، الله متعال میگه هیچ نظر توجه به این نمیکنه. و لقاء الاخرت، از ملاقات روز آخرت. این مردم ها چی دستاوردی داره؟ حبطت اعمالهم، برباد شده عملایشان. چرا؟ هر عمل که قابل اعتبار میشه به اعتبار توحید، عقیده توحید و ایمان میشه. او این مردم ها خود تکذیب کرده، ایمان نداره. اگر یا کارای نیک هم داشته باشه بازم کارای نیکشان چیست؟ برباد است. چرا که عمل نیک زمان اعتبار پیدا میکنه که صاحبش عقیده چی داشته باشه؟ توحید. هل یجزون، آلی پاداش برشان داده نمیشه. هل به معنی ماست. ما یجزون، پاداش داده نمیشه برای از الا ما کانوا یعملون، مگر آن چیزی که خود کردن. الله ظلم نمیکنه سری کسی. اونجا که کدام عذاب میایه یا عملش برباد میشه، به خاطر از این نیست که الله ظالم است، به خاطر از این شرط عمل، قبولیت عمل الله ایمان مقرر کرده بود، ایمان نآورد. برش گفته بود رای غلط نروی، رای غلط رفته. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم. بله، موسی علیه السلام رفت 30 روز اونجا تیر میکنه، خود 10 روز اضافه شده. سامری که یک چند روز شاگردی موسی علیه السلام کرده، لیکن شیطان صفت است، ریاکار است، شهرت طلب است، در بین قوم خطبه داد. بنی اسرائیل به خاطر از اینکه فرعونیا را فریب بده، از خانهایشان چیزی زیورات هم جمع کرده بود که ما سبار چیز روزی مذهبی خود داریم، او را جشن میگیریم، شما اینمی چیزا زیورات و اسباب و وسایل تا نبده. او را قطعی خود یا آورده بودن.
قاعده است که هرگاه کافر هلاک شود بیا زونمو من منطقه و مقام کلش بر از یار است. تو غنیمت هم بود، حقشان بود که امو مالا را نگاه کنه. لیکن سامری تقریر کرد، خطبه داد، به بنی اسرائیل گفت که مال حرام قطعتان است، بی او مردم از پیش امانت گرفته، برای شما استعمالش جایز نیست، پرتشه که امرایتان باشه، باز شما بندگان نیک الله نیستی. شما میبینی که علما دو قسم است. عالما براتان تشریح میکنم.